برق شمشیر نقره کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. یاد شمشیر نامکار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. هیله هیله شروانی، هیله هیله شروانی، عشق دمال مدانی. چه بازی زندگانی، جوونای قلعه داغم رنجانی، داغم شروانی. جوونای قلعه شاه، همه یاران فرهاد، هزاران تیشه بر دست، شکست کوه بیداد. داد شمشیر نقره کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. هنگامه عباسی هستم و امروز شما رو دعوت میکنم به دیدار پدران، مادران، پدر بزرگا و مادر بزرگهایمان و شاید در میانشان آفرینشگران و اندیشمندانی ساکت و خاموش. مراکز این چنین برای سیاست درست پیشگیری بهتر از درمان با کنترل‌های پزشکی و پرستاری روزانه و همچنین با سیاست جلوگیری از انزوای سالمندان ملت‌های گوناگون برپا شده. با ما همراه شوید، با دستاندرکارانشان به گفتگو می‌نشینیم. جوونای قلعه شاه، جوونای قلعه شاه، همه یاران فرهاد، هزاران تیشه بر دست، شکست کوه بیداد. داد شمشیر نقره کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. راز شمشیر نقره‌کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. که گل بازی بهاره، خدا پیر پای داره. چمن از شوق فریاد، گلستان بهاره. برق شمشیر نقره‌کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. جوون
شیر بر مزاره شمشیر نقرگاه شیر بیشزار شیر بر مزاره که گل بازی بهاره خدا پیر پای داره چمن از شوق فریاد چون هممون هم سن و سالیم هممون مثل همین ما یک گروه ایرانی اینجا با هم خیلی خوب چون تو منزل تمونیم احساس مریضی میکنیم میان اینجا بازی میکنیم بینگ پوینت بیلیارد خود بازور بازی هجوری بشه صحبت میکنیم از گذشته خیلی بهتر تا خونه باشیم خونه حس میکنیم مریضی ای دکتر دوا بدتر اینجا خیلی بهتره. گفتگویی داریم با شیرین طالع، مددکار اجتماعی و روانشناس مرکز. شیرین جان، وظایف شما اینجا چی هست؟ اول اجازه بدین سلام کنم. خواهش می‌کنم. در واقع وظیفه من مثل بقیه همکارام بهبود بخشیدن به زندگی روزانه این گروه سالمندی که باشون کار میکنم. منتها من از جهت روانی و از نظر فکری و احساسی و سایر همکارام از نظرهای دیگه و همه ما با هم در واقع یه گروه ساپورتی هستیم که یک هدف رو داریم دنبال میکنیم. شما روزانه اینجا هستید؟ بله، من روزانه از ساعت 8 صبح تا 2:30 اینجا هستم. سوالی که من از شما دارم، چه شرایطی باید داشته باشن که بتونن اینجا وارد بشن به این مرکز؟ در وهله اول یک سری قوانین دولتی و قانون مدیکله که باید داشته باشن، حائز شرایط باشن، دارای مدیکل باشن، ولی از نظر جسمی و روحی باید در شرایطی باشن که احتیاج به یک همچین مرکز و همچین جاهایی داشته باشن. اینجا در واقع یه مرکز درمانیه. ببخشید، مقصودتون از این شرایط، اینکه شرایط روحی چیه؟ یه سری قوانین دولتی و مملکتیه. یعنی قوانینی که مربوط میشه به مدیکل، یعنی اون بیمه. مدیکل یعنی چی؟ بله، یک بیمه خاصیه که دولت آمریکا و ایالت کالیفرنیا به خصوص، فقط ایالت کالیفرنیا. ایالت کالیفرنیا یه سری شرایط از طریق این در واقع بیمه خاص برای گروه سالمند تعیین کرده که میتونن از این سری مزایا استفاده کنن، یه سری مزایای درمانی. و چون اینجا یک مرکز سلامتیه در واقع و به نوعی مرکزه، نمیتونم بگم پزشکی ولی پیشگیریه در واقع، مرکز در واقع ما اینا رو واچ میکنیم، مواظبشون هستیم و پیشگیری میکنیم از مسائل بعدی که ممکنه خیلی براشون ایجاد مسائل زیادی بکنه. از طریق کنترل روزانه. از طریق کنترل روزانه. مثل وزن و فشار. مثل وزن، مثل فشار خونشونه، مثل قندشونه. و در ساعتایی که اینا اینجا هستن، اکثر اینا یا تنها زندگی میکنن و حتی اگر تو خانواده باشن به دلیل گرفتاری بچه‌ها اصولا تنها هستن. و اگر اتفاقی براشون در طول روز خدای نکرده بیفته، کسی نیست که به دادشون برسه. در واقع اینجا کوچکترین تغییر جسمی و روحی که ایجاد میشه درشون، ما متوجه میشیم و یا خب این هزینه رو دولت داره تامین میکنه و حق داره که بدون بابت چه چیزی و چه خدمتی داره این هزینه رو میپردازه. و بیماریایی که اینا دارن تقریبا میتونم بگم قسمت اعظمشون تا اونجایی که در حیطه کار منه افسردگی، اضطراب، فراموشی. یعنی شما روان درمانی هم میکنید اینجا؟ من اینجا تراپی میدم. بله. من تراپی میدم، ولی بذاری یه ذره عقب‌تر برگردیم و بگم به خاطر فرهنگ خاصی که توی ایران بوده توضیح بدم که من تز فوق لیسانسمو اینجا راجع به علل و عوامل افسردگی در زنهای ایرانی اصلا نوشتم. شاید 1 سال طول کشید، ولی
خیلی خوشحالم که این کارو کردم، چون برای خودم هم خیلی چیزا مشخص شد. ما به خاطر فرهنگ خاصی که در ایران داریم، نه در ایران، فرهنگ ایرانی که ما هممون یدک میکشیم هر چقدر که عوض شده باشیم، زمینه‌های افسردگی، اضطراب در ماها خیلی زیاده. من اگه اجازه بدید یه مقدار از قسمت‌های مختلف بگم که چه کارهایی دارن میکنن. خواهش میکنم. یه قسمت اینجا هست که در واقع فیزیکال تراپیست و اکوپیشنال تراپیست داریم. فیزیکال تراپیست که مشخصه اونایی که مشکلاتی از نظر ارتوپدیک دارن اینجا میتونن تقریبا حالت فیزیکال تراپی داره، یعنی توانبخشی، حالت توانبخشی. و بعد از اونم اکوپیشنال تراپی داریم که اونا رو آماده میکنه برای افرادی که فرض کنی که یه زمین خوردگی داشتن، بیمارستان بودن، مشکلی داشتن که بازگشت به فعالیت روزانه براشون خیلی سخته. از نظر بدنی آمادهشون میکنن. مثلا فرض کنی یک نفر دستش جراحتی پیدا کرده، هنوز قدرت اولیه رو نداره، با تمرینایی که اینجا باشون انجام میشه، با سرویس هایی که بهشون داده میشه کمکشون میکنن دوباره برگردن به روند روزانهشون. باز اونم یه نوع ساپورت برای فیزیکال تراپیستا و ما. آخرین سوالی که ازتون دارم، خواهش میکنم. من دیدم که از ملت‌های مختلف اینجا هستن، این مسئله به وجود نمیاره؟ برخوردی نیست خب بین فرهنگ‌های متفاوته، فرهنگ‌ها مختلفه، ولی خوشبختانه ما کارمندان همزبان و هم فرهنگ هر کدوم از این قومیت‌ها و ملیت‌ها رو داریم که میتونه باهاشون ایجاد ارتباط جوونای قلعه شاه، جوونای قلعه شاه، همه یاران فرهاد، هزاران تیشه بر دست، شکست کوه بیداد، داد شمشیر نمره کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. شمشیر نقرگاه، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره، که گل بازی بهاره، خدا پیر پای داره، چمن از شوق فونای قلعه شاه، جوونای قلعه شاه، همه یاران فرهاد، هزاران تیشه بر دست، شکست کوه بیداد، داد شمشیر نمره کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره. شمشیر نقرگاه، شیر بیش زاد، شیر بر مزاره، که گل بازی بهاره، خدا پیر پای داره، چمن از شوق فرید، جوونای قلعه شاه، جوونای قلعه شاه، همه یاران فرهاد، هزاران تیشه بر دست، شکست کوه بیداد، داد شمشیر نمره کار، شیر بیش زاد، شیر بر مزار.